ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ҳамдиёрони азизу меҳрубон. шуморо ба тамошои намоиши навбатии Тоҷикистон хонаи ман даъват менамоем. ин лаҳза мо дар боғчаи навбунёде қарор дорем ки ҳамагӣ 2 сол пеш сангобе беш набуд. аммо бо ҳиммати як марди заҳматкаш ва бисёр олиҳиммат ин вайрона ба боғчаи обод табдил ёфт. шуморо ба суҳбат ба ин марди хайрандеш даъват менамоем. бубахшед ки шуморо лаҳзае аз коратон мемонем. агар имконият бошад худро ба бинандагони телевизиони тоҷик шинос кунед. ташаккур аз ин журналисти воқеан با شرف و با ناموس که به این باغچه ما تشریف آوردن مینادارگی خود اعلان میکنم. نام من اصلا آشور محمد ناخان است، ولیکن در تاجیکستان به نام کاکا مشهور هستم. مرا به نام کاکا میشناسن. کاکا معنایش براتون میگم که در افغانستان مردمان عمک کاکا میگن، چون در تاجیکستان افغانا تمام مرا کاکا میگن. برادرای تاجیک من هم به می گپ آشنا شد. مرا به نام نمیشناسن، به نام کاکا میشناسن. шуморо мо ҳамчун тоҷир мешинохтем, аммо имрӯз шуморо дар байни ин боғи навбунёд мебинем. сабаб чӣ бошад? تشکر. سبب است که ما یک ابتدای اول که در تاجیکستان در سال 91 آمدم، یک بنا جور کردم در پشت صدبرگ، بازار جور کردم. یک 500,000 دلار در اونجا خرج کردم، بنا را جور کردم. ولیکن غیر قانونی بود. ما با قانون و قاعده تاجیکستان و بلدی نداشتم، اشتباه کردم. اونجا مرا از طرف رئیس حکومت شهر او بازار بسته شد. با ما هدایت دادن که تو میروی دمی کاریری همونجا جا برات میتیم، همونجا بازار جور کن. یعنی در اطراف شهرچه گپروزیم. گپروزیم بله آسیب. بعدش ما آمدم سه برای من ریشین داد محترم عبیدالله رئیس شهر. ما آمدم اینجا را سه 700 دکان، 100 اسکالات و یک سلای بسیار نازنین جور کردم. برای 6 ماه مردم در اینجا کار کرد. بعد از 6 ماه بعد به پشت صدبرگ مراجعه کردن. رفتن در اونجا جا گرفتن، چون مرکز از اونجا سودا شد، گپا زیاد بود. اینجا به ویرانه تبدیل شد. همگی همون بودکا و دکانایی که ما داشتم بعد جاش سم میخیزیم که نیست، نابود شد، از مردم برده. بعد مجبور شدم سه همگی از بین بردیم و خودم یعنی نیت کردم به همین ساختن باغ. نباشد شما دل دادید و از اینجا دیگر دل کنده نتوانستیم. و این را عرض کنم براتون، ما این باغ چندین دفعه پیشنهادم برای رئیس شهر محترم عبیدالله پیشنهاد کردم. اونها هم میتر بسیار مرا تشویق کردن. ما از اونها میندار هستم. مرا به همین کار تشویق کردن که خیلی کاری آبادانی است، شما که آبادانی میکنین ما مخالف از این نیستیم. اینا ما تقریبا 2 سال شده که در این مصروف هستم. هنوزم باغ ما تکمیل نیست. امکان داره خدا اگر زنده داشته باشه مرا به سال باغ تکمیل میشه، یک باغ بی‌نظیر، یک باغ بی‌مثل بی‌مانند برای تفریحگاه مردم تاجیکستان دروازش باز میباشه. از هیچ کس پوشیده نیست که شما مرد تاجرید و راههای زندگی رو خوب میدونید. سن و سال شما اینقدر تشویش رو نمیبردارد، اما سبب چیست که شما از زندگی خوب دست کشیده به این زحمت دست زدید؟ عرض کنم برایتون که سرمایه‌ای که ما داشتم از بین رفت. در پشت صدبرگ 500,000 دلار خرج کردم، 500,000 دلار هم در اینجا خرج کردم. 540,000 دلار من تاجیک مطلوبات بار گرفت، تالی پول من نداد. یه سرمایه‌ام رفت. فقط عشق به می پیدا کردم که باید من درخت بشانم، مقصد کبودزاری کنم. امی برای من فقط حیات است. ما به همین عمر کمی خود که مانده ما میخوایم که همینجا خوش بگذرانم بدون پول و پیسه. فرق نمیکنه، پیسه زندگی آدم تعمیر نمیکنه، خود انسان تعمیر میکنه. این حالی من به می علاقه پیدا کردم، یک درخت که میشانم سبز میشه، از او خرسند میشم، لذت میبرم. و لذت بردن من برای دراز کردن عمرم است. خلاص براتون میگم که در راه هم بزرگای اینجا به من راهنمایی میکنن و خود رئیس پالکومی همینجا نایه فرونزی و هم هر وقت کدام کمبوتی کنیم مراجعه کنیم او به ما همکاری میکنه. فقط همکاریشون همین که باید ما همین باغ ما بیاب نمونه و آب داشته باشه و همه وقت سرسبز باشه و عالی کمی هنوزم کمبوتات دارم. من دروازه از این باز میکنم برای مردم، نه برای از اینکه ما از این میوه بگیرم و از این استفاده کنم. من از او استفاده نمی. من برای رئیس شهر وعده دادیم که ما یک باغ بی‌مثل و بی‌مانند که نه در قرطاق باشه نه در ورزاب، تو وعده کردیم برای مرد بزرگ. باید من این را به جا برسونم دیگه.
آفرین. اما شما که زاده افغانستانید، اینجا برای شما بیگانگی نمیکند؟ برادر عزیز، من تاجیک هستم. وقتی که احساس تاجیکی داشته باشم، این وطن دومی ما چرا احساس هیچ نوع امیدی نداریم؟ این ما 13 سال شد من اینجا زندگی میکنم، 14 است. یعنی شما تاجیکستان رو وطن خود هم میشمارید؟ چرا نه؟ ما در تمام برآمدام گفتم که وطن دومی ما تاجیکستان است و همیالی از آب و هوای از این استفاده میکنه. هر خارجی که باشه، داخلی که باشه، وقتی که از آب و هوای تاجیکستان استفاده میکنه، باید را احساس داشته باشه در اینجا آبادانی کنه، نه ویرانی. ما همین احساس دارم که باید دارم من تا که وقتی میمیرم ما آبادانی کنم در اینجا، کبوتزاری کنم در اینجا، درخت بشانم، یک جایی را یاد کنم، بعد از مرگم به ما یاد میشه. یعنی شما عمر باقی مانده رو محض در تاجیکستان گذراندنید؟ همه خیام امیدوار هستم که همینطور باشه. آیا به فرزندا این عنعنه رو توصیه میکنید یا نه؟ من عرض کنم براتون در اینجا به ما یک پسر موجود داره. دیگه پسرای ما رفتگیز خارج هستن، چندین سال از دوج هستن، به زندگی خود مشغول هستن. از اونها هم ما کدام کمکی نمیخوایم، با کمک احتیاج ندارم. یک نون برای من قطع یک آب یخ یا چای بس است. بعد از این من آرزوی پولداری رم ندارم. فقط آرزوی من است که من چیزی کاری کنم که بعد از مرگ ما او یاد شوه. بعد از مرگ ما او را مردم بفهمونه، به من رحمت بگن، نه لعنت. ما کاری میکنم. این تو درختی را که میبینین، امی درخت 400 متر از درازیش 4 رد ما شوندیم. این 1 2 3 4 رد ما درخت شوندیم. اگرچه خرمای ما را امسال سر زد، انار، انجیر، انگور اینا را سر زد، لیکن با پس جاش من تکمیل کردم. پس درخت شوندم. اینمی ردی را که میبینید 400 متر است. 400 متر 4 رد ما درخت شونده هستم. سیب، ناک، شفتالو، خرما، همه میوه‌ای که میگید اینجا هست. غیر از این ما دیدیم که شما با سبزوات و آبچکاری هم دست زده اید. مهربانی شما صاحب، یک چیز از سیب عرض کنم برات که 2 نمود 3 نمود سبزکاری ما کردیم، کبوتزاری که اونا خودش هم بی‌مثل بی‌مانند است. یک چیزی را بامیه میگن، اگرچه من او را ولی میخواستم که در دستم بگیرم به شما نشان بدم. او بامیه یک سبزیجات بسیار قوی است. اگر کسی به اوش خوردن از او آشنا شود، امکان داره برادرای تاجیک هم کم کم یاد گرفتن میپوشن. او از گوشت هم کدر با لذت است. او 1 کیلوی از او اگر اول ابتداش 1000 باشد، پس اون 500 300 400 میشه. ولیکن از 1 کیلو گوشت 1 کیلو از او بالاتر است. بسیار انرژی میبخشه برای انسان. او یک غذای بسیار خوب است. دوم یک چیز دیگه را گندنه میگن. او گندنه سه و در کتابای طبی هم را آورده که بسیار قوی است. بسیار قوی است، برای انسان بسیار مفید است. او را باز پرشکی میکنن و یک رقم دیگه سیب مثل منتور که پخته میکنین، او را در درون خمیر میمونن. اگر خدا خواسته شما در کاشانه یگان وقت را نشان میتم. ان شاء الله. ولیکن او چیز بسیار بی‌نظیر است. دوم یک کبوتزاری دیگه کردم که او را شما لیفکدو میگین، ما ترایی میگیم. او را سیب در وقتی که سوز میشه او را دم وقت یاشیش اینه قدری که میشه باید او را آدم بگیره و بپزه. آن قبل لذت است که حساب ده. در تاجیکستان برادرای ما با پختن از او نمیفهمن، او را لیفکدو جور میکنن، لیف جور میکنن برای شستن پسول اینا. نه، او بسیار یک غذای خوب است، بسیار غذا. اونا را ما اختراع کردیم. اینها با شرایط تاجیکستان موافقت میکنند؟ فوق العاده آنقدر در اینجا حاصل میته که حساب نداره. آنقدر حاصل بزرگ میته که حساب نداره. با شرایط تاجیکستان یک غذایی که بسیار این غذا همین سه نمودکی را که گفتم اصلا از هندوستان و پاکستان و افغانستان آمده است. اینا را ما خدا خواسته شد در کاشانه، در پروگرام کاشانه ما پخته میکنم، برای اونا نشان میدم، خلق ما یاد بگیره. غیر از این ما از اطرافیان شما شنیدیم که با پرورش شالی دست زدنید. بسیار مهربانی کردیم. من خدا خواسته باشه تا که زنده هستم هر کاری که دستم میشه باید به برادرای تاجیکم که من تاجیک هستم باید بیاموزونم. ما برنج افغانی را در اینجا کشت کردیم، نیم هکتار برای امتحانی. وقتی که حاصل از این ما گرفتم باز من را در گازیتا یا در تلویزیون برآمد میکنم، برای مردم میگم که برادرها حاصل از این رقم است، شاندنش رقم. 1 کیلو برنج افغانی 3000 سوم است. 1 کیلو برنج تاجیکی 1500 1200 سری رقم است. او برنج 1 کیلوش جوابگر 5 کیلو است در پختن. او بهترین چیز است. ولی که در اینجا برادرایمون نمیفهمن شاندن از او. ما امسال اختراع کردم در شینک نیم هکتار گرفتیم. اونجا پاشیدیم، خدا خواسته شه ایرا یک امتحان میکنم. آینده خدا خواسته شه تراکتور میگیرم، زمین میگیرم. با برادرای تاجیکم یاد میدم. آفرین.
شما که بیش از 80 سال عمر دارید، پستی و بلندی بسیاری رو دیدید و بیش از 10 سال با تاجیکان زندگی به سر میبرید. 13 سال. در این دوام بیش از 10 سال، یعنی انیقترش 13 سال، شما کدام خصلت‌های نیکی مردم تاجیک رو کشف کردید؟ برادر عزیز اعتراض کنم که خب این جنگ خانمانسوزی که در تاجیکستان آمد ما بودیم در اینجا، ما دیدیم خیلی یک ویرانی را به وجود آورد، مگر متاسفانه بسیار جای شکران است. رهبر تاجیکستان سردار دولت، خصوصا رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمانوف بسیار بزرگی نشان دادن، بسیار بزرگی نشان دادن. به خاطر چی؟ این جنگی که در تاجیکستان بود در افغانستان جنگ نبود. جنگ افغانستان روبرو با دشمن بود، ولی اینجا یک غیرت در میگرفت، یک زمین در میگرفت، بسیار بیدادی بالکل نامطلق بود. صدا آفرین، صدا رحمت به ایش پسر نیرومند تاجیکی همین را صلح آورد. صلح چطور آورد؟ در وقتی که افغانستان میره برای مذاکره صلح در افغانستان تیر میبالید، تیر، ولی این آدم از زمین نترسید، رفت اونجا صلح به میان آورد، رفت دمسکو و امضا شد. اینا برادر امروز ما دروازه ما نیل است. در گذشته سه ما دروازه ما 3 قلف میدوختیم، دروازه تک تک میشد تا که نفر از 3 دقیقه نمیشه میله کردن نمیتونستیم. این برادر حالی یک آرامی مطلق است. یک ای از برکتی چی است؟ از برکتی فقط همین شخص است. به هر نوعی که بود میره برات بگم که یگام آدم بسیار کتاب میخونه و دیگه میخونه، یگام آدم خداداد میباشه. این مرد خداداد است. این اصل آورد در تاجیکستان، صلح آورد، حالی مردم آرام زندگی میکنه. ولیکن در افغانستان ما با وجودی که صلح آمده، نه که من روزم جنجال وجود داره، در اینجا هیچ چیزی نیست. یعنی این مردم مورد شناس هم هستند و به قدری باید همین تنجی و آسایش برسند. این را برات بگم که او کسی که نمیرسه، او انسان نیست. باید ما شکر بکشیم. هر تاجیک، هر تاجیکستانی، هر مردی که در تاجیکستان زندگی میکنه ولو خارجی هم باشه، اونا شکران کنن که امروز یک آرامی به وجود آمده. یک آرامی به وجود آمده. ای برکت همین رهبر است، از برکت همین مردم است. باید داره، امکان داره آدمای خراب ما داشته باشیم، بسیار ناچیز است، بسیار ناچیز است. گذشته سه همگی اجدار بود، یکی مالی نیست، همگی کشته شده. آرامی، تنجی، همگی خوب است. با شهروندان تاجیکستان یگان گفتنی خاصت دارید؟ من برای شهروندان تاجیکستان گفتنی هستم که برادرای تاجیک، من هم تاجیک هستم، احساس تاجیکی دارم، دلم به تاجیکستان میسوزه. بیاین برادرها یک غیرت کنیم، دا آبادانی امی تاجیکستان همه سم بگیریم، صمیمانه، از صدق صاف، از دل صاف. باید یک درختی را که میشونیم تا زنده است او را پرورش بکنیم، نکنه که نمایشی یک درخت بشونیم و باز ایلاش کنیم او را آب هم نتیم و نگاه و بینم نکنیم، به نامش که ما درخت شاندم و اینا در تلویزیون مرا دیدن، این کارا نکنن. باید یک درخت که میشونن مثل مرمه که چشم واری او را نگاه کنن، او را با وایه برسن. دیگه این را برشان میگم که وطنشون است، وحدت، اتفاق، اتحاد باید داشته باشن. ایوازی که کاری خراب اگر در تاریخ و در چیز برای کدام شایستگی داشته باشه بگن، کاری خوب تعریف داره، کاری خوب نقض است. برادرای تاجیک من باید به می کشت زراعتایی که من نشانشون میتم باید یاد بگیرن، عزیز استفاده کنن. بله هم دیاران عزیز و گرامی، باید هر کدام ما و شما در آبادانی سرزمینمان سهم داشته باشیم. به خاطر بردی همگان، آبادی و سربلندی شما در همین جا نمایشمان را جمع بست میکنیم. سربلند و خانه آباد باشید هم دیاران گرامی قدر.